تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید که با یادگیری یک سری از نکات کاربردی بتونیم یه چنین صفحه وبسایتی رو پروتوتایپ کنیم. به طور کلی ایجاد حالت اسکرول روی آرتبورد خیلی ساده است. فقط کافیه که از این قسمت آرتبوردمون رو به سمت پایین گسترش بدیم. می‌بینید که آرتبوردمون توسط این خطچین به دو بخش تقسیم میشه. من قسمت بالایی رو با یه مستطیل تیره رنگ نشون میدم و قسمت پایینی رو با یه مستطیل آبی رنگ نشون میدم. حالا ازش یه پیشنمایش میگیرم که تفاوت این دو تا قسمت رو با هم متوجه بشید. همونطور که میبینید قسمت بالایی خطچین به صورت کامل تو قسمت پیشنمایش داره نمایش داده میشه و وقتی من اسکرول میکنم قسمت آبی رنگ خودشون نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اون قسمت آبی رنگ رفته زیر اسکرول. شما میتونید با جابجا کردن این خطچین تناسب بین این دوتا بخش رو تغییر بدید. من الان آوردمش تو قسمت آبی رنگ. این قسمت هم جزو پیشنمایش ما محسوب میشه. من یه پریویو میگیرم ازش. میبینید که این قسمت آبی رنگم به صفحه پیشنمایش اضافه شده و ما درصد کمتری از طول آرتبوردمون رو اسکرول میکنیم. وقتی که آرتبوردمون در حالت انتخابه، داخل منوی پروپرتیز یه قسمت اسکرولینگ داریم که یه دراپ داون داخلشه. اگه من نان رو انتخاب کنم محورمون حذف میشه و کل این آرتبورد جزو صفحه نمایش محسوب میشه. من برمیگردم به حالت قبلی و اینجا یه ویو پورت داریم. ویو پورت فاصله این محور تا بالای آرتبوردمون هست که ارتفاع صفحه نمایش رو نشون میده و عدد استانداردش همون 768 هست که از قبل بود. من همون رو انتخاب میکنم. خب بریم سراغ پروژه اصلیمون. من روی آرتبوردش کلیک میکنم. همونطور که میبینید این قسمت ما محورمون رو داریم که نشون میده این ارتفاع کاملا داخل اسکرینمون نمایش داده میشه و مابقی محتوا زمانی نمایش داده میشه که ما اسکرول میکنیم به سمت پایین. همونطور که دیدید تا اینجای کار ایجاد حالت اسکرول روی آرتبوردتون چندان کار سختی نیست و فقط یه مقدار نیاز به خلاقیت داره تا کارتون رو جذاب‌تر کنه. به این قسمت دقت کنید. زمانی که من صفحه‌مو اسکرول میکنم این قسمت بالای صفحه که من یه نوشته قرار دادم به عنوان لوگو و قسمت منو و دو تا آیکونی که اینجا داریم نباید همراه با اسکرول حرکت کنن و اصطلاحاً باید به صورت ثابت به صفحه نمایشمون چسبیده باشه. من برمیگردم به قسمت دیزاین و از اینجا پروتوتایپ رو انتخاب میکنم. من کلید شیفت رو نگه میدارم و لایه هایی که میخوایم ثابت به اونه رو انتخاب میکنم. تو قسمت پروپرتیز یه قسمت اسکرولینگ داریم و از اینجا تیک گزینه فیکس پوزیشن و اسکرولینگ رو انتخاب میکنیم. میبینید که یه آیکون پین اومد کنار لایه هامون. من دوباره ازش یه پیشنمایش میگیرم. وقتی اسکرول میکنم اون قسمت بالا تکون نمیخوره. از اونجایی که رنگ نوشتمون با رنگ بک‌گراندمون یکیه، وقتی که این دوتا روی هم قرار میگیرن عملا دیگه ما اون قسمت بالای وبسایتمون رو نداریم. واسه همین ما نیاز به یه بک‌گراند جداگانه داریم واسه این قسمت بالا. یه مستطیل اینجا ترسیم میکنم و یه رنگ تیره واسش در نظر میگیرم و بوردرش رو حذف میکنم. حالا میام تیک فیکس پوزیشن و اسکرولینگ رو واسه این لایه هم فعال میکنم. به چند تا لایه پایینتر انتقالش میدم و یه پریویو ازش میگیرم. در واقع الان میخوام هر کدوم از این آیتما رو به قسمت مربوط به خودش وصل کنم. یعنی وقتی ما روی قسمت هوم هستیم همین قسمت بالایی سایت بهمون نمایش داده بشه و وقتی روی گالری کلیک میکنیم صفحه اسکرول بشه به قسمت گالری و وقتی روی شاپ کلیک میکنیم صفحمون اسکرول بشه به سمت قسمت شاپ. و تفاوتی که این قسمت ها با هم دارن اینه که ما روی آیتم هوم که کلیک میکنیم این بک‌گراند رو نخواهیم داشت. وقتی روی گالری و شاپ کلیک میکنیم این بک‌گراند ظاهر میشه. من تمام لایه ها رو انتخاب میکنم و از سمت راست روی پلاس کامپوننت کلیک میکنم و دوباره روی پلاس دیفالت استیت کلیک میکنم و یه نیو استیت میسازم. اسم این نیو استیت رو میذارم گالری و دوباره روی پلاس دیفالت استیت کلیک میکنم و یه نیو استیت دیگه میسازم و اسم این یکی رو میذارم شاپ. حالا باید تفاوت بین دیفالت استیت و گالری و شاپ رو مشخص کنیم. واسه همین من دیفالت استیت رو انتخاب میکنم، روی کامپوننتش کلیک میکنم تا لایه‌هاش بهم نمایش داده بشه. این لایه بک‌گراند رو انتخاب میکنم و به بالا انتقالش میدم و درصد شفافیتش رو 0 قرار میدم. دوباره کلیک میکنم روی کامپوننت و این دفعه گالری رو انتخاب میکنم. همونطور که ابتدای ویدیو بهش اشاره شد از این محور آبی رنگ تا بالای آرتبورد صفحه نمایش ما رو شامل میشه و هر محتوایی که اینجا قرار بگیره توی پیش نمایش بهمون نمایش داده میشه. من استیت گالری رو انتخاب میکنم، کامپوننت ها رو باز میکنم و لایه های داخل کامپوننت رو به بالا انتقال میدم تا جایی که قسمت گالری کاملا بالای این محور قرار بگیره.
حالا توی این قسمت نیاز داریم که بک‌گراندمون ظاهر بشه. پس اوپاسیتیشو یه مقدار زیاد میکنیم، برش میگردونیم به سمت داخل آرتورک. دقیقا همین کار رو واسه استیت شاپ انجام میدیم. شاپ رو انتخاب میکنم، لایه های کامپوننتش رو باز میکنم و تمام لایه ها رو به بالا انتقال میدم تا جایی که قسمت شاپ کاملا بالای این محور قرار بگیره. خب حالا میایم تو قسمت پروتوتایپ، دیفالت استیت رو انتخاب میکنیم، گالری رو انتخاب میکنیم، یک مرتبه روی تریگرش کلیک میکنم، از سمت راست منوی پروپرتیز تپ رو انتخاب میکنم و از اینجا گالری رو انتخاب میکنم. دوریشنش هم روی 6 ثانیه قرار میدم. همین کار رو با شاپ انجام میدم. روی تریگرش کلیک میکنم و از این قسمت همون استیت شاپ رو انتخاب میکنم. از اینجا روی کامپوننت کلیک میکنم، استیت گالری رو انتخاب میکنم، روی هوم دبل کلیک میکنم تا به حالت انتخاب در بیاد. روی تریگرش کلیک میکنم، از این قسمت دیفالت استیت رو انتخاب میکنم، روی تریگر شاپ کلیک میکنم و دوباره همین کار رو واسه شاپ تکرار میکنم. دیفالت استیت رو انتخاب میکنم و ازش یه پریویو میگیرم. بیاد ببینیم چجوری میتونیم یه حالت لیزی لود روی این پروژه انجام بدیم. من از این آرتورک یه کپی میگیرم، روی کامپوننتش کلیک راست میکنم و آن گروپ کامپوننت رو میزنم. لایه بک‌گراند رو میارمش پایین، قسمت بالای سایت رو انتخاب میکنم و به کامپوننت تبدیلش میکنم و از قسمت پروتوتایپ روی فیکس پوزیشن کلیک میکنم. خب با این قسمت دیگه کاری نداریم. برمیگردیم به قسمت دیزاین. میخوام وقتی اسکرول کردم به سمت پایین این قسمت گالری به صورت تدریجی یا لیزی لود نمایش داده بشه. به کمک رکتنگل یه لایه اینجا ایجاد میکنم که کامل قسمت گالری رو پوشش بده و همینطور یه مقدار از این محدوده بیاد بالاتر. حالا درصد شفافیتش رو روی 0 قرار میدم. حالا لایه رکتنگلمون رو به همراه تمام لایه های قسمت گالری انتخاب میکنم و روی پلاس کامپوننت کلیک میکنم تا تمام این قسمت به یک کامپوننت تبدیل بشه. همونطور که این کامپوننت در حالت انتخابه، روی پلاس دیفالت استیت کلیک میکنم و از اینجا هاور استیت رو انتخاب میکنم. مثل قبل الان باید تفاوت بین دیفالت استیت و هاور استیت رو مشخص کنیم. دیفالت استیت رو انتخاب میکنم، از این قسمت روی کامپوننت کلیک میکنم تا لایه‌هاش بهم نمایش داده بشه. میام روی گالری و این قسمت رو انتخاب میکنم. حالا به پایین انتقال میدم و درصد شفافیتش رو روی 0 قرار میدم. همین کار رو با تمام لایه‌ها انجام میدم. حالا میایم روی هاور استیت و تمام لایه‌ها رو به حالت قبل برمیگردونیم. خب میبینید که دیفالت استیت به این صورته و هاور استیت به این صورت. دیفالت استیت رو انتخاب میکنم و ازش یه پریویو میگیرم. یه مقدار دوریشنش رو افزایش میدم و دوباره ازش یه پریویو میگیرم. عالی شد.
امیدوارم از این قسمت آموزشی هم استفاده کافی رو برده باشید. لایک و فالو فراموش نشه. اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی هم دارید پایین همین ویدیو واسم کامنت بذارید. تا قسمت‌های بعدی آموزش، خدا نگهدار.